پسرک مردی بود شبیه زنها. صدایش نازک بود، صورتش مو نداشت و اندامی زنانه داشت. او مردی شهوتران بود. با سوء استفاده از وضع ظاهرش در حمام زنانه کار میکرد و کسی از وضع او خبر نداشت. او از این راه هم ارائه معاش میکرد، هم ارضای شهوت. گرچه چندین بار به حکم وجدان توبه کرده بود، اما هر بار توبه‌اش را می‌شکست. او دلاک و کیسه کش حمام زنانه بود. آوازه تمیزکاری و زرنگی او به گوش همه رسید و زنان و دختران رجال دولت دوست داشتند که وی آنها را دلاکی کند و از این رو قبلا وقت می‌گرفتند تا روزی که در کاخ صحبت از او به میان آمد. دختر شاه به حمام رفت و مشغول استحمام شد. از قضا گوهر گرانبهای دختر پادشاه در آن حمام گم شد. از این حادثه دختر پادشاه عصبانی شد و دستور داد که همه کارگران را تفتیش کنند تا شاید آن گوهر ارزنده پیدا شود. کارگران را یکی پس از دیگری گشتند تا اینکه نوبت به پسرک رسید. از ترس رسوایی حاضر نشد که وی را تفتیش کنند و فرار کرد. این عمل سوءظن دزدی را در مورد او تقویت میکرد و لذا مأمورین برای دستگیری او بیشتر سعی میکردند. پسرک هم تنها راه نجات را در این دید که خود را در میان خزینه حمام پنهان کند که ناچار به داخل خزینه رفت. همین که دید مأمورین برای گرفتن او به خزینه آمدن و دیگر کارش از کار گذشته و الان است که رسوا شود، به خدای متعال متوجه شد و از روی اخلاص توبه کرد. در حالی که بدنش مثل بید می‌لرزید، با تمام وجود و با دلی شکسته گفت: خداوندا، اگرچه بارها توبه کرده ام و شکستم، اما تو را به مقام ستاریت این بار کار اشتباه هم را بپوشان تا از این پس دگر گرد هیچ گناهی نگردم. و از خدا خواست که این غم و رسوایی نجات دهد. پسرک از ته دل توبه واقعی کرد. ناگهان از بیرون از حمام آوازه‌ای بلند شد که دست از این بیچاره بردارید که گوهر پیدا شد. پسرک خسته و نالان شکر خدا را به جا آورد و از خدمت دخترش را مرخص شد و به خانه برگشت. او عنایت پروردگارش را مشاهده کرد و بر توبه‌اش ثابت قدم ماند و فوراً از آن کار گناه کناره‌گیری کرد. چند روزی از غیبت او در حمام سپری شده بود که دختر شاه او را به کار در حمام زنانه دعوت کرد. ولی پسرک جواب داد که دستم عریض شده و قادر به دلاکی و مشتمال نیستم و دیگر هم نرفت. هر مقدار مالی را که از راه گناه کسب کرده بود در راه خدا به فقرا داد و چون زنان شهر از او دست بردار نبودند، دیگر نمیتوانست در آن شهر زندگی کند و از شهر خارج شد. در کوهی در چند فرسنگی آن شهر بود. سکونت اختیار نبود و به عبادت خدا مشغول شد. شبی در خواب دید که کسی به او میگوید: ای پسرک، تو چگونه توبه کرده ای حال آنکه گوشت و پوست تو از فعل حرام روییده است؟ تو باید چنان توبه کنی که گوشت‌های حرام از بدنت بردارد. همین که از خواب بیدار شد، با خودش قرار گذاشت که سنگ‌های سنگین حمل کند تا گوشت‌های حرام تنش را آب کند. پسرک این برنامه را مرتب عمل کرد تا در یکی از روزها همانطور که مشغول کار بود، چشمش به میش افتاد که در آن کوه چرا می‌کرد. از این امر به فکر فرو رفت که این میش از کجا آمده و از کیست. عاقبت با خود اندیشید: میش قطعاً از شبانی فرار کرده و به آنجا آمده. باید من از آن نگهداری کنم تا صاحبش پیدا شود. لذا آن میش را گرفت و نگهداری کرد. خلاصه میش زاد و ولد کرد و پسرک از شیر آن بهره‌مند شد تا سرانجام کاروان که راه را گم کرده بودند و تشنه و گرسنه بودند عبورشان به آنجا افتاد. همین که پسرک را دیدند از او آب خواستند و او به جای آب به آنها شیر داد، به طوری که همگی سیر شدند.
راه شهر را از او پرسیدند. وی راه نزدیک به آنها نشان داد. پسرک در آنجا قلعه‌ای بنا کرد و به جای چای آبی حرف نمود و کم کم در آنجا منازلی ساخت و شهرکی بنا نمود و مردم از هر کجا به آنجا می آمدند و در آن محل سکونت اختیار کردند. همگی به چشم بزرگی به او نگاه می کردند. رفته رفته آوازه خوبی و حس تدبیری او به گوش پادشاه عصر رسید. پسر آن دختر بود. از شنیدن این خبر مشتاق دیدار او شد. دستور داد تا وی را از طرف او به دربار دعوت کنند. همین که دعوت شاه به پسرک رسید نپذیرفت و گفت من کاری به دربار شاه ندارم و نزد پادشاه نرفت و عذرخواهی کرد. مأمورین این سخن را به پادشاه رساندند. شاه تعجب کرد و گفت که حال آنکه او نزد ما نمی آید ما می رویم او را می بینیم. پس با یارانش نزد پسرک حرکت کرد. همین که آن محل رسید به اسرائیل امر شد که جان پادشاه را بگیرد. پس پادشاه در آنجا سکته کرد و پسرک چون خبردار شد که شاه برای دیدن او آمده بود در مراسم تشییع او شرکت کرد و در آنجا ماند تا او را به خاک سپردند. چون پادشاه پسری نداشت ارکان دولت مصلحت دیدند که او را به تخت پادشاهی بنشانند و چنان کردند. پسرک چون به پادشاه رسید بساط عدالت و ارکان دولت رو تمام قلمرو مملکت گسترانید و بعد با همان دختر پادشاه که ذکرش رفت ازدواج کرد. چون شب زفاف و عروسی رسید در بارگاهش نشسته بود که ناگهان شخصی وارد شد و گفت چند سال قبل میش من گم شده بود و اکنون نزد تو یافتم. مالم را بر من برگردان. پسر گفت درست است و دستور داد تا میش را به او بدهند. گفت از میش من نگهداری کردی، هرچه از منافع آن استفاده کردی بر تو حلال، ولی باید آنچه مانده با من نصف کنی. گفت درست است و دستور داد تا تمام اموال و منقول و غیر منقول را با او نصف کنند. آن شخص گفت بدان ای پسرک نه من شبانم و نه آن میش است، بلکه ما دو فرشته ایم برای آزمایش تو آمده ایم و تمام این ملک و نعمت اجر توبه راستین و صادقانه بود که بر تو حلال و گوارا باد و از نظرها غایب شدند.